کلافوتی یه دسر شیک و فرانسوی که معمولا با گیلاس درست میشه، اما با میوه های فصل هم درست میکنن، مثل توت فرنگی، آلبالو، هلو، انجیر، شلیل و زردآلو. من اینجا با هلو و شلیل این دسر خوشمزه رو درست کردم. برای درست کردنش 200 گرم هلو و شلیل رو خرد میکنیم، میذاریم کنار. حالا 4 تا تخم مرغ رو میشکنیم، با نصف پیمان شکر و 1 قاشق چایخوری وانیل ترکیب کرده و با همزن دستی میزنیم. 1 پیمان شیر پرچرب نیاز داریم. 3/4 پیمان آرد با 1 قاشق مرباخوری بیکینگ پودر رو به ترکیب اضافه میکنیم. ظرفمون رو با کره چرب میکنیم، از میوه ها داخلش میریزیم و از مواد دسر علک میکنیم و روی میوه ها میریزیم. از 1 ربع قفل رو با دمای 200 درجه روشن میکنیم، میذاریم گرم بشه. بعد روی 180 درجه میذاریم به مدت 45 دقیقه تا دسر بپزه. بعد از پخت طرف رو باز میکنیم به مدت 10 دقیقه. بعد دسر رو میاریم بیرون. برای تزیین روش پودر قند بریزین و نوش جان کنین. این دسر هم برای عصرونه عالیه، هم برای مهمونی‌های خیلی شیک و خاص. حتما امتحان کنید، نظرتون رو برام بنویسید. اگر از این آموزش خوشتون اومد لایک کنید و برای دستورای بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید.